سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز ما. انشاءالله آرزو دارم خداوند به عظمت و بزرگی ماه رحمت و ماه مغفرت و ماه مبارک رمضان اطاعات و عبادات همه ما شما را خداوند قبول کنه. امروز تاریخ 18 مارچ 2026 در استرالیا شهر سیدنی در مرکز اسلامی محمد رسول الله هستیم و امشب ما میزبان هموطنان عزیز خود و میزبان مسئولین کمیونیتی ها، علمای شهر و هموطنان عزیز ما که نو داخل استرالیا و داخل شهر سیدنی شده و اینا را ما امشب در این مرکز برای افطاری دعوت دیدیم و واقعا ماه مبارک رمضان یک ماه رحمت پروردگار از که مردم وقتی ماه رمضان روزه میگیره به یاد فقرا، به یاد مساکین، به یاد انسانهای نیازمند مفته. امی که در این شهر که ما به حالت غربت به سر مبریم، مهاجر هستیم، امی که افغانها الحمدلله از برکت ماه مبارک رمضان در کنار همدیگر جمع میشه و با همدیگر افطاری مونه و صحبت منه و امشب مرکز اسلامی محمد رسول الله میزبان این هموطنان ما هستند. و یک نکته که بسیار مهمه، من سپاسگزاری کنم از هموطنان عزیز ما که مقیم استرالیا هستند در ساخت امین مرکز که این مرکز پارسال در ماه مبارک رمضان خریده شده بود. یک فکتری ویرهاوس بودن، الحمدلله به همکاری و همدردی شما این ماه مبارک رمضان این جای مورد استفاده قرار گرفته و این بسیار یک نعمت بسیار بزرگی هستند که واقعا در این سرزمین ما همچی جایی را داریم، همچی سرپناهی را داریم که میتونیم افغانهای خرا، هموطنان عزیز خود را در کنار همدیگر جمع کنیم. و تشکر منم از همه رضاکاران امشب، بالخصوص خواهران، برادرانی که آمدن زحمت کشیدن و زمینه این افطاری را فراهم کردن و ما تشکر منم. جهان سپاس، تقدیر و تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی که واقعا با صحبت‌های عالمانه و حکیمانه خود این مجلسی با فیض و با برکت را نورانی کرد. برای سلامتی و طول عمر حاج آقا، سلامتی اهل مجلس، فرج ولی از امام زمان و محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشریف آوری همه شما مهمانان عزیز را خیر مقدم میگیم. از همه شما سپاسگزاری می‌کنم که با مصروفیت ماه مبارک رمضان که همه مصروف خسته کار دعوت ما را قبول کردیم، تشریف آوردیم. خدا به همه شما پاداش خیر بده. یکی از ماه مبارک رمضان خودش نورانی هست و یکی از نورانی‌های شهید هستند که مسلمان‌ها در کنار همدیگر جمع باشند. همین که با همدیگر افطار می‌کنیم یک نعمت بسیار بزرگ است. بالاترین ثواب چیزی هست که انسان به دیگران افطاری عطا کند. ما از همه شما سپاسگزاری می‌کنیم که امشب تشریف آوردید و الحمدلله با اون کمک‌های سخاوتمندی شما مؤمنین پارسال در این ماه مبارک رمضان همین جای خریده شد و خدا را سپاسگزاری می‌کنیم. خدایا بگیم شکر که ما در این سرزمین همچی سرپناه داریم. این یک نعمت بسیار بزرگ است. واقعا زحمت‌های بسیار زیاد کشیده شد شب و روز که الحمدلله امروز اینجا مورد استفاده قرار گرفت.